از ابو هریره رضی الله عنه روایت شده است که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر. یعنی ابو هریره رضی الله عنه روایت میکند که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: سه نفر یعنی سه گروهی هستند که الله سبحانه و تعالی در روز قیامت به آنها سخن نمیگوید، آنها را پاکیزه نمیگرداند و به آنها نظر رحمت نمیکند و عذابی دردناک در انتظارشان است. اول پیرمرد زیناکار، دوم پادشاه و فرمانروای بسیار دروغگو و سوم فقیری که متکبر است. یعنی سه گروهی از مردم بوده است که الله سبحانه و تعالی در روز قیامت به آنها سخن نمیگوید و به آنها نظر رحمت نمیکند و ایشان را از گناهانشان پاک و طاهر نمیگرداند و عذابی بسیار دردناکی در انتظارشان میباشد. اول کی بوده است؟ مرد کهنسالی که مرتکب زنا می شود، یعنی یک موسفیدی که زیناکار است، دست به زنا می زند. دوم حاکم و فرمانروایی که دروغ می گوید و سوم فقیری که تکبر می ورزد و دیگران را تحقیر می کند. الله سبحانه و تعالی از این گروه ما را نجات دهد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.